ممنون که پیج دنبال میکنه. پیج خودتونه. ممنون از پست و استوری های قشنگتون استفاده میکنم. خدا را شکر. خدا را شکر. زهرای عزیز ممنون از شما. مرسی. سلام سلام. چقدر سلام سلامتی میاره. من از هرات افغانستان شما رو دنبال میکنم. امیدوارم از هر کجای ایران و دنیا باشین صحت و سلامت داشته باشید. خودتون کدوم شهر هستین؟ من تهران هستم. چه خوبه که روزم رو با دیدن شما چهره عزیزم. من قربونتون برم. مرسی. حرفتون به آدم انرژی میده و تشکر. ممنون از شما. مرسی. مرسی که انقدر خوب انرژی میدید. تشکر. من عاشق متنای زیبا باشم. ببین این متنایی هستش که اتفاقایی که افتاده، جریاناتی هستش که افتاده و خیلی راحت تمام اینا توی زندگی های ما اتفاق افتاده و من به صورت یه دونه پست، به صورت یه متن براتون میذارم و به خاطر همینه که شما اونو خوشتون میاد، چون این اتفاق تو جریان زندگی شما افتاده و اکثر عزیزان میگن که خیلی جالب بود بر من. خیلی اینو گفته بودن که تو انگار تو وسط زندگی ما داری زندگی میکنی و جریان زندگی با خبری و داری اونو قشنگ صحبت میکنی. عزیزای منم دارم زندگی میکنم دیگه. این جریان ها سر منم اومده، سر منم این اتفاق افتاده و میام اینا رو به شما میگم که تجربه های خودم هستش که برای شما میگم که شما ازش استفاده بکنید و راهکارهایی باشه که اگر بشه و دوست داشتین ازش استفاده بکنید. من اولین روز کاریم دارم از همسرم جدا میشم، میخوام مستقل باشم، دوست دارم بهم انرژی بشه. ببینید همیشه من گفتم شکست خود پیروزیه، زمین خوردن خود موفقیته، پشت سرت حرف زدن خود موفقیت توه و جریانهای به این صورت هم همینه. همیشه ازدواجا همیشه ممکن نیست موفقیت بشه. ما میگیم ازدواج کردیم موفق شدیم، شاید تو طلاق اون موفقیتی باشه که تو ازدواج نیست. من منفیگرا نیستم که بگم که همین الان بگم که نمیدونم. الان خانم‌ها میگن، بعضیا میگن مثلا شما با صحبتاتون کاری میکنی که نمیدونم تفرقه بیفته بین خانم و آقای و تفرقه بیفته بین خانواده ها. ببخشید، در صورتی که اینجوری نیست. وقتی واقعیت زندگی رو داری تعریف میکنی و خوشایند نمیاد برای کسی، اون موقع دارن میگن که تو داری تفرقه میندازی، تو داری جدایی میندازی. با این حرفات نمیدونم قانون خانواده رو. نه عزیزم، من همچه خبری. من عاشق قانون گرم خانواده هستم. میگم الهی که همیشه قانون گرم خانوادهتون گرم باشه، پیش همسر و بچه‌هاتون سالهای سال به خوبی و خوشی بگذرونین. ولی توی شرایطی وقتی آدم قرار میگیره، از بد و بدتر آدم بد رو انتخاب میکنه، بدتر رو دیگه انتخاب نمیکنه که. مگه ما چند دفعه قراره به این دنیا بیایم که همش توی بدی باشیم، بگیم حالا برای خودم، حالا برای بچم، حالا برای نمیدونم مادرم، حالا برای پدرم، حالا کی برای خودت؟ زمانی به خودت میاد که دیگه سنت بالا شد، دیگه ببخشید رو به موت. و کسی هستش که اون تو این حالاهایی که داری میگی به فکر تو اپسیلومی باشه؟ نه. برای همه بودی. این از دستم ناراحت نشه، اون از دستم ناراحت نشه، این از دستم دلخور نشه، وای این پشت سرم هیچی نگه، به خاطر بچه‌هام، به خاطر مادرم، به خاطر فلان. بس به خاطر تو کی خاطر برای تو نگه داشته؟ ها؟ کی خاطر برای تو نگه داشته؟ هیچ کس. همیشه هر کی اومده من گفتم، من اولین سوالی که ازش کردم گفتم که اولویت تو زندگی کیه؟ شما همیشه تو زندگیتون، تو حرفاتون، همیشه تو کاراتون، حتی تو شکستاتون، تو موفقیتون بگی که اولویت من تو زندگیم کیه؟ اگر خودت بودی اون موقع موفق هستی.
چرا هستم، من برای بچم باید تلاش بکنم، برای زندگیم باید تلاش بکنم، به دوستم کمک بکنم، به خواهرام کمک بکنم، به پدر مادرم کمک بکنم، اما خودم در رأس همه هستم. خودم رو فنا و فدا نمیتونم بکنم. ببینید هر چقدر خودتو فدا کنی، هر چقدر خودتو فنا کنی، آخرش بهت میگم وظیفت بود، آخرش بهت میگم میخواستی نکنی. این دوتا کلمه رو انگ میچسبونه رو شونه هات. اون موقع بعد اینجی میکنی نگاه این همه کار کردم، این همه خدمت کردم، این همه گذشت کردم، خیلی راحت میگم میخواستی نکنی. مگه ما گفتیم 100 بار بهت گفتیم نکن، 100 بار بهت گفتیم نشین، نرو، فلان نکن، بیسار نکن. خودت وقتی خواستی دیگه بس دیگه گفتن نداره که، بس نکن. اولویت تو زندگیت خودت باشه، خودت به دلت به حال خودت بسوزه. این سلامتیت رو دوباره بر نمیگرده، این اعصاب از دست رفته دیگه بر نمیگرده. من دیروز یک از شاگردام اومده بودش، تا داشت میگه خودم دفعه بزنه، دیدم چشاش پر اشک رو شروع کرد گریه کردن. گفتم چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفتش که یه خورده بغض کرده. گفت هیچی. گفتم خب دوست نداری نگو، ولی خب ناراحتم که این شکلی داری گریه میکنی. کار شوهرم رفته میخواد بره طلاق غیابی بکنه. گفتم چرا؟ گفته که چیزه، من از تو دیگه خوشم نمیاد، نه از قیافت خوشم میاد، نه از کارا دیگه خوشم نمیاد. گفتم که چرا همچین چیزی شده؟ گفت خیلی ببخشید خریت خودم بود، نزدیک 7 تا 8 تا من آپارتمان داشتم، به خاطر این برداشتم فروختم، ریختم به پاش، آدمش کردم، به یه جایی رسوندمش، الان خودش رفته خونه گرفته، ماشین گرفته، ولی به اسم خودش نکرده. ببین چقدر زرنگن. اون وقت به نوبت من که رسیده، بعد میره تمام کثافتکاریاش هم میکنه، بعد میگه با کمال وقاحت هم برگشته به من میگه که تو هم برو برای خودی که پیدا کن مثل من. میبینید آدما چقدر میتونن پست باشن که طرف مالشو میده، جونشو میده، همه چیزشو میده، بعد که طرفی خورده دستش به دهنش میرسه، به قول قدیمه شلوارش که دوتا میشه، اون وقت میگه که من از قیافه تو خوشم نمیاد، همین که هست، با همین رویه زندگی من زندگی کن، یا اگرم نمیخوای طلاقت میدم، مهرتم بعد ببخشی، بچه هارم. گفتم ببین میری از خونت پرت میکنی بیرون، مگه تو گفت آره من دارایی دارم همه چی دارم. گفتم میری از خونه پرتش میکنی بیرون، میری جلوتر تو خودت تقاضای طلاق میکنی، میگی مهرمم تا قرون آخر میگیرم، بچه هم مال خودت، بچه هم مال خودت باشه. گفتم همچین آدمی ارزه نداشته باشه یه زن نگه داشته باشه، ارزه نداره دو بچه هم نگه داره. درست شد؟ گاره به این قضیه گفتم همیشه یه قدم شما زودتر برید از دشمنتون. چرا منتظری که اون تصمیم بگیره در مورد تو؟ تو تصمیم بگیر در مورد زندگیت، تو تصمیم بگیر در مورد کارت. بچه‌هات ماشاءالله خود بزرگ شدن، حالا 16 و 17 13 ساله اینا. گفتم بچه‌ها در سنی هستن که به قول گفتن میتونن تصمیم بگیرن، اگرم پیش اون باشن به قول میتونن برگردن پیش تو. ولی تو برو بگو من تو رو طلاق میدم، من اصراری ازم میفرستم برای تو رو طلاق میدم، از زندگی پرتت میکنم بیرون، مهرمم تا قیرون آخر میگیرم، شده ماهی 1000 تومنم بگیرم از اون حلقوم در میارم، پولی که به خودم به تو دادم. بچه هم بخیرش خودت، مال خودت باشه. گفتم به خدا اگه ارزه داشته باشه 2 روز اون بچه ها رو نگه داره. گفتم همون بچه ها رو میاره بعد میده سر خودت، میگه نمیخوام، بچه ها مال خودت باشه. گفت آره به این قضیه فکر نکن. گفتم چرا موقعی که اینجوری ناراحت میشین اصلا چه تصمیمای ناجور میگیرین؟ نشستی اشک میریزی، اشک برای چی؟ برای کی؟ یه دونه زدم بهش گفتم بلند شو این مسخره بازی دارن، یا قوی باش، پاشو برو حق تو بگیر. آبش دادی، دونش دادی، خونه دادی، همه کار دادی، تازه نشستی اشک میریزی که چی؟ میخواد از تو جدا بشه، به درک که میخواد جدا بشه. آره اگه زنی بودی که وضع مالی خوبی نداشتی، پشتیبانی نداشتی، جایی نداشتی، میگفتی دیگه به قول قدیمی ها سلام هنرمنده خوب، به قول قدیمی ها باید بسوزی. ولی وقتی که همین تو چیزا رو داری، بزن تو دهنش، بندازش بیرون.
بعد با کمال وقاحت برگرده بگی که من هر کاری میکنم تو نباید صدا در بیاد. یعنی اگه یه زن دیگه هم برداره بیار اینجا مثلا تو خونه باشه تو نباید صدا در بیاد که خیلی وقیحاً گفتم من یه جای تو باشم با پشت دست میزنم تو دهنش، پرتش میکنم با تیپا بیرون. بعد همون روزم میرم بلند میشم میرم دادگاه، طلاقمو خودم ازت میگم دست بزن داره، خیانت کرده، پولامو بالا کشیده، تازه چند تا چیزی دیگه هم میگم طلاقم من میخوام تا قرون آخر، مهریم من میخوام، بچه هم برای خودش. درست شد؟ گفتم نه من قاضیم، نه به قول گفتن روانشناس، ولی انقدر این جریانا رو برام اومدن تعریف کردن، انقدر چیزا شنیدم که دیگه برام اصلا این روز روشن شده. آره به خدا. نه عصبی نه، یه خورده واقعا چشم و گوشمون رو باید یه خورده باز بکنیم. ببینید من تو مسائل اونو چون میشناختم بلاکش کردم. اصلا به این توجه نکنید که افراد بی‌ادبی که میان تو لایف خود و شخصیت بی‌تربیتشون رو نشون میدن، اصلا توجه بهشون نکنید. اینا رو پدر مادرشون تربیت نکرده، تو کوچه بزرگ شدن. هر خواسته ای دارم باهاش صحبت. ببینید من اگر در مورد این شاگردم داشتم صحبت میکردم و اینا، چندین ماه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، با هم دیگه من میشناسمش چه جور آدمی و اینا، ولی در مورد مثلا شما که یک کلمه مینویسید، چون من شما رو نمیشناسم چه جوری اینا، یه طرفه من قاضی نمیتونم برم، یه طرفه نمیتونم بگم که آره شما هم فلان کن سلام عزیزم، یه طرفه نمیتونم بگم مثلا شما هم این کارو بکنید و این حرفا، چون من نه قاضیم نه وکیلم نه مشاورم نه روانکاو و اینا. در اون مورد این چیزایی که تجربه کردم، حرفایی که پیشم اومدن تو این سالها، خانوما به هم زدن به عنوان درد و دل و راهکارهایی که انجام دادم و راهکارهایی که بهشون دادم، خب خیلی مثل این دندون پزشکای تجربی هستن اون مدلی. خیلی مواظب خودتون باشین، خیلی مواظب سلامتی روح و روانی خودتون باشین. به خدا چشم رو هم بگذارین میبینید عمرتون رفته، سلامتیتون رفته و هیچی دیگه آیتتون نیست. اون موقع هستش که میگی که ای کاش فلان نمیکردم، ای کاش بهمان نمیکردم، ای کاش، و این ای کاش های هیچ وقت بر نمیگرده. در مورد شوهرها که اولویت اولشون مادر و برادرش. ببین اینجور آدما، اینجور پسرایی که بعد از ازدواج اولویتشون پدر و مادرشون هستن، اینا من یه پست گذاشته بودم، فکر میکنم گفته بودم، اینا قبل از اینکه ازدواج بکنن تمام بزرگ نشدن، هنوز پسرایی هستن که تحت حکم مادر یا خواهراشون هستن و مادر پدر به خاطر اینکه اینا رو از زیر سلطه و یوغ خودشون در بیارن و بگن که مثلا با بچه ما هم دیگه بزرگ شده، حالا زنش بدیم از دستشون راحت بشیم یا مثلا خانه‌داری چیز زندگی کردن و اینو یاد بگیرن، میرن براشون زن میگیرن. در صورتی که خانم محترم، بچه‌ای که انقدر وابسته، پسری که انقدر وابسته به توه، وابسته به خواهرشه، لطف کن انقدر برای زن نگی بگی زن میگیره خوب میشه میره سمت زنش. نه عزیز من، همچین خبری نیستش. زن بگیره همون وابستگی به تو چی خواهرشو داره، اولویتش همونا هستن. باهاش باید صحبت بکنی که وقتی تو زن میگیری، داریم برای تو زن میگیریم، اولویت دیگه همسرته. ما هم در کنارت هستیم، ما هم باید دوست داشته باشیم، رفت آمد داشته باشیم، ولی اولویت تو کیه؟ همسرته. ولی وقتی خب اینو گفته نمیشه، بعد اون پسر هنوز که هنوزه تو میخواد یه تقریبا اول برم به مامانم بگم، اول برم به خواهرم بگم، اول خواهرم تو این جریان باشه، مامانم از این جریان خبردار بشه. خب اینا
نقص و کمبودایی که اون مادر تو تربیت اون پسر نذاشته و هر چقدر زن بخواد تلاش بکنه که بابا من زنتم، من تو این جریان باید باشم، من باید فلان بکنم، میگه نه تا مامانم نگه حرف تو حرف نیست، تا خواهرم نیاد اینجا اوکی نده حرف. یا باید بریم پیش روانشناس اونو قانعش کنه که آقا جریان اینه دیگه، شما مزدوج شدین، باید با خانومتون صحبت بکنی، حسن و مشورتی هستش با خانومتون، یه موقع‌هایی گیر کردین که واقعا یه بزرگی رو احتیاج دارین که بریم باهاش صحبت بکنین، میتونید در حد کمک برید از پدر، مادر، خواهرتون به عنوان تجربه، به عنوان مثلا یه همفکر، یه هم کمک ازشون کمک بگیرین، ولی تصمیم نهایی تو خودت و همسرت باید بگیری. خوشحالم که آروم میشید. به نظر شما اگه مردی فقط به خانواده‌اش اهمیت و به خانومش باید رفتاری کنه واقعا چیه؟ الان گفتم که چیه. بعضی موقع هستش که ناخواسته ما توی جریانی قرار میگیریم که نمیدونستیم چیه و وقتی داخلش میریم میگیم او این جریان چرا بر ما اتفاق افتاده. اینا برمیگرده از اون خانواده‌ای که ما توش بزرگ شدیم، اون کمبودای عاطفی که توش داشتیم. حالا این کمبودای عاطفی ممکنه توی دوران کودکی بوده، نوجوانی بوده و یا دورانی بوده که تازه میخواستی ازدواج بکنی. اون کمبودایی بوده که رفع نشده و طرف گفته که حالا زنش بدیم خوب میشه، حالا شوهر کنه خوب میشه. انگار مثلا زن دادن و شوهر دادن مثلا انگار پیش دکتر میخواد بره. بابا تو یه مریض رو داری توی یه خانواده‌ای داری میفرستی، مگه آدم یه مریض رو توی خونه بفرسته اون مریض حالش خوب میشه؟ مریض فقط این نیستش که آدم دیوونه روانی باشه که طرف بگه بابا این دیوونه است، یا پاش شکسته باشه یا چشش یا هر چیزی. مریض روحی روانی خیلی بدتر از مریض جسمانیه. باز مریض جسمانی آقا میگه ما دست نداره، پا نداره، چش نداره، فلان. میدونیم چشت داره، میدونیم مثلا برای این قسمتش باید مثلا این کاری بکنی. ولی مریض روحی یا روانی تو نری باهاش زندگی بکنی، تو نمیدونی که این چه کمبودایی داره، چه آسیبایی از بچگی و نوجوانی و ایناش خورده، حالا اینا حوار میشه رو تو که برمیگرده خودشیفته میشه، خیانتکار میشه، پرخاشگر میشه، توهین میکنه، عصبیه، محل بهت نمیذاره، خسیس میشه، همه اینا میشه. اینا یه پکیج میشه واقعا باش که اون موقع که تو ازدواج میکنی تازه با این در میگه وای چقدر این خسیسه، وای این چقدر کم حرفه، وای این چقدر خودشیفته است، وای این چقدر پرروه، وای این چقدر هیزه، وای های دیگه. به خاطر همینه عزیزای من همیشه میگم، دارم بهتون میگم، خواهرتون، برادرتون، پسرتون، دخترتون میخواد ازدواج کنه، ازتون خواهش میکنم، چندین بار گفتم بازم دارم میگم، ازتون خواهش میکنم که حتما مشاوره قبل از ازدواج برید. چطور میرن آزمایش خون میدن که ببینن طرف معتاد نباشه یا فلان؟ برگه میدم بهت دیگه. در پیش مشاورم بری، مشاور بهت میگه عزیز من اینی که میخوای باش ازدواج بکنی از نظر اعصاب مصاب نداره ها، بعد تو به مشکل میخوری تو این بایچا. اینی که میخوای بری باش ازدواج کنی یه آدم خودشیفته است، بعد که بری این میشه حرف خودشا. اینی که میخوای بری باش ازدواج کنی یه آدم خسیسه ها، اون موقع که میخوای بری باش ازدواج بکنی هیچ یه قرون بهت پول نمیده ها. اینی که میخوای بری باش ازدواج کنی یه آدم بددل و بدبینه، یعنی اصلا نمیذاره تو پات از خونه بذاری بیرون یا یه نفر به تو نگاه کنه شروع میکنه دعوا. ببین مشاور اینا رو پیدا میکنه. همین مشکلاتی که دارید همینجور رقم می نویسید، اگر قبل از ازدواج برید مشاور رک و پوسکنده بهت میگه، مثل یه فالبین که تو کف دست طرفو میبینه همونو بهت میگه. برعکسش هم فرق نمیکنه، به مرده برمیگرده میگه عزیز من
با این دختری که داری ازدواج میکنی این کمبود عاطفی داره، فردا بیاد اینجا توی به یه نفر به یه دختر دیگه نگاه کنی، با یه خواهرت یه خورده محبت بکنی، این میزنه تو صورتت میگه ها فقط فقط بعد مهرتو به من داشته باشی، چرا به خواهرت نگاه کردی؟ میگه عزیز من این از نظر چه میدونم الان فکرم کار نکرد دیگه گپ کردم بهتون این مشکلاتو میگه. پس من ازتون خواهش میکنم شما هر کسی که میخواد ازدواج بکنه از طرف من به خدا بهش بگید دین و گردنتون میذارم، برید بگین این کسی که میخواد بره ازدواج بکنه بفرستید پیش مشاور، به خدا مشاور برین خیلی حرفا قشنگ رو درست بهتون میگه. شما اون موقع دیگه تو انتخاب آقا میگه که آقا این با این ازدواج کنی، این خیلی بد اخلاقه ها، خیلی آدم تهاجمی ها. بعد مثلا طرف اینجوری میگه اب نداره من خیلی دوستش دارم، من با همه اخلاقش کنار میام، اون موقع دیگه انتخاب خودته. اون موقع دیگه اگه وقتی وارد زندگی شدی تهاجمی شد و بد اخلاق شده دست به زن گرفته و تو حرف بد زد اینا، میگه آقا مشاور بهت گفت تو گوش ندادی، تو گفتی من عاشقشم یه دل نصد دوستش دارم فلانی حرفا، خب دیگه تموم شد رفت. ولی وقتی با چشم باز ازدواج بکنی این قضیه ها ممکنه پیش نیاد. آره دیگه میگم که مشاور همه اینا رو میگه. یه پدر تنها هستم با پسر 13 ساله و دختر 15 ساله زندگی و راهنمایی. خب چه راهنمایی چی کار میکنن؟ مگه بچهای بدی هستن؟ اگه بچهای خوبن خب دارین زندگیتون رو بکنید دیگه. قبلا مشاورم به خاطر حال 34 سال. آره میگم قبلا نبود، ولی الان که الان خودت بچه داری، دختر داری، پسر داری، خواهر داری، برادر داری، به سن ازدواج رسیدن، اینا رو دیگه به قول گفتنی روشنشون کنی شما. مشاور جواب نمیده، امکان نداره مشاور جواب نده. مشاور قبل از ازدواج، مشاور قبل از ازدواج برید، نه مشاور معمولی. مشاوره قبل از ازدواج خیلی مهمه، خیلی. زنده باشید. چرا بعضیان اینقدر از نظر احساسی سردن؟ گفتم دیگه اینا همه به خاطر تروماها یا همون کمبودای عاطفی هستش که از بچگی داشتن. زنده باشین، خدا نگهدار شما باشه. ببینید حالا نمیگم آب از سرتون گذشته حالا دیگه بلش کنید، ما نمیدونم اون زمان مشاور نبود و فلان. ببخشید. حالا مشاور ازدواج نبوده، شما حالا ازدواج کردین 30 سال 20 سال 10 سال فلانی حرفا، اشکال الان که مشاور هست، الان که مشاور هست. چرا مشکی پوشیدم بابا دیگه امروز فردا 40 مادرمه دیگه، عالم آدم فهمید که من مادرم از دست دادم. الان گفتم شما داریم میگه چیکار کنم اخلاق شما، پیش مشاور برید عزیزای من. مشاورم تا حدی میتونه کمک بکنه. ببین مشاور مثل ورزش کردنه. شما بری ورزش بکنی، بری یه جا اسم بنویسی برای ورزش کردن، ببینم تو یه جلسه 2 جلسه 1 ماه اول هیکلتون خوشگل میشه، بدنتون فیت میشه، قشنگ میشید؟ نمیشید. ورزش رو باید انقدر ادامه بدی تا اون بدن دلخواهی که دوست داری رو به دست بیاری، یا اون عضلاتی که دوست داشته باشی به دست. فکر میکنی مثلا با 2 تا دمبل زدن و 1 ماه رفتن باشگاه اینا مثلا آدم چیز میشه، بدنش خیلی قشنگ میشه، رو فرم میفته؟ شما چرا فکر میکنی مثلا با 1 بار 2 بار 3 بار رفتن پیش مشاور من نه اوکی نشدم؟ خب درسته هزینه بالاست، هزینه مشاور بالاست، من اینو قبول دارم، ولی توی فرهنگ سراها مشاوره هایی گذاشتن که با قیمت مناسب و افراد خیلی خوب، میتونید برید از اونها استفاده بکنید، یا به صورت رایگان و یا به قیمت های خیلی خوب باهاتون مشاوره میگیرن و باهاتون صحبت میکنن. ممنون از همدردی و همدلی شما عزیزان، متشکرم. مرسی که برای مادرم روحشون شاد نوشتید. الهی که
هر کی پدر مادر داره تنش سلامت باشه، سایش مستدام باشه و کسایی هم که از دست دادن روحشون در آرامش باشه. دقیقا مثل دوره درمانی میمونه دیگه. شما وقتی میرید دکتر یه دارویی رو مصرف میکنید، 2 تا قرص اول بخونی حالت خوب میشه؟ نمیشه که. باید اون قرص رو مصرف کنی، تموم بکنی. ممکنه بعد از اینکه قرص رو تموم کنی میبینی باز دوباره حالت بده، دوباره میری پیش دکتر دوز دارو تو عوض میکنه، میگه حالا مثلا این دارو رو بعد بخوری. پیش مشاورم رفتنم همینطور هستش. من نمیدونم چرا شما پیش مشاور رفتن رو اینقدر غول میدونید. مشاورم مثل من چه دارم باهاتون حرف میزنم میگم چیه علت چیه و اینا، مشاورم همینه. اون روح خفته، اون تروما، یعنی کمبودای عاطفی، آسیبای عاطفی که در کودکی خوردی رو پیدا میکنه و شروع میکنه به درمان اون. مثلا میگه چون تو کوچیکی کمبود محبت دیدی، پدر مادرت بهت محبت نکردن، خواهر برادرت محبت نکردن، همیشه بدون توجه بودی، به خاطر همین تو از نظر عاطفی کمبود محبت داری. هر کی بهت میاد، به سمتت میاد، ناخواسته مثلا تو سری به اون محبت بکنی. بیشتر مادر و پدر، منظورم به شما هسته. مثلا میگی من انقدر به همین انقدر محبت میکنم، نمیدونم به دخترم انقدر محبت میکنم، به مادرم انقدر محبت میکنم، به عروسم هیچ کی مثل من محبت نمیکنه. عزیز من، شما بیماری کمبود محبت داری. تقصیر اونا نیست. اونا دارن اندازه خودشون، اندازه توانایی خودشون دارن محبت میکنن. تو داری بیمارگونه با اونا رفتار میکنی و این آسیب رو تو میبینی و به همیشه میگه آره من به همه محبت میکنم، من به همه خوبی میکنم، دستم نمک نداره فلان. عزیز من، نه دسته، نه فلانه، نه این حرفا. تو کمبود بیماری عاطفی داری و فکر میکنی اگر به همه من محبت بکنم، همونجور باید محبت بکنن. کی گفته؟ شاید طرف اصلا بلد نیست محبت کردن، شاید اصلا دوست نداره به تو محبت بکنه، شاید اصلا از محبت تو کردن حالش به هم میخوره ولی دوست نمیتونه بهش بگه. اندازه 100 میلیون بار گفتم اندازه محبت خودت باید نگهداری. اندازه. خب دیگه خودشیفته و این هستش. حتما برید پیش مشاور. اول خودتون برین عزیز من، بعد برید شما رو ببین، راهکارا رو بهتون میگه باید چیکار کنین، چه رفتاری باش داشته باشین، بعد رفتار شما رو عوض میکنه. ببینید نترسید از این که وای اگه من برم پیش روانشناس هم به من میگن خل شدی دیوونه، یا مثلا به شوهرم بگین جا فقط خل دیوونه ها میرم پیش مشاور. نه عزیز من، مشاورم مثل دکترای دیگه یه دکتره، مشاور روح و روان و مغزه. درست شد؟ تو وقتی بری خودت بری مثلا میگی من شوهرم نمیاد، اوکی شوهرت نمیاد، تو خودت پاشو برو میشه مشاور. مشاور به تو درس درست برخورد کردن، درست صحبت کردن با این افرادو میدن. تو نمیتونی با آدم خودشیفته چیز بکنی، کنار بیای، چون بلد نیستی. مثل اون میمونه که اون داره مثلا فرانسوی حرف میزنه، تو داری فارسی حرف میزنی، زبون همدیگر رو نمیفهمی. ولی وقتی بری پیش مشاور، زبون رفتار با آدم خودشیفته، با آدم بد اخلاق، با آدم خسیس، با آدم بدبین، با آدم همینا رو بهت یاد میده. یاد میده که ببین با این آدم خودشیفته باید اینجوری رفتار کنی، این کارو بکنی، این برخوردو داشته باشی، رو خودت باید کار کنی. وقتی رو خودت کار کردی دیگه رفتارای اون برات زیاد سنگین در نمیاد. به خودت تفهیم میکنی که آقا این یه مریضه، یه بیماریه که من باید باهاش کنار بیام. وقتی که این اوج میگیره بیماریش، وقتی به قول گفتنی مثل آتشی که داره مثلا خیلی زیاد شده، شما میرید میچسبی به آتش، نمیچسبی که ازش دوری میکنی تا این آتش خوره بیاد پایین تر. اون آدم خودشیفتن وقتی گر بگیره، وقتی خودشیفتگیش خیلی زیاد بشه، اون لحظه شما بری کنارش، نیست و نابودت میکنه، نیست و نابودت میکنه. ولی روانشناس به تو میگه زمانی که این حالتش پیش اومد، زمانی که این حرفا رو زد، زمانی که این برخوردو با تو داره میکنه، تو باید این کارو بکنی، تو باید این برخوردو داشته باشی، تو باید این حرفو باهاش بزنی. هم خودت راحت میشی، هم طرف میبینه دیگه این تو دست من نیستش که من اذیتش کنم،
دیگه این تو دست من نیستش که من هرچی بهش بگم این مثلا داد و بیداد را بندازه. میبینه که مثلا یواش یواش حرفاش داد و بیداداش بر خودش دیگه رو تا اثر نمیذاره. متوجه شدی؟ خب به هر مشاوری نمیشه اعتماد کرد، شما به هر پزشکی اعتماد میکنی؟ وقتی میری یه آرایشگاه موهات خراب میکنه میری سراغ یه آرایشگاه دیگه، وقتی یه جا میری یه دونه پیرنبولیز میخری میبینی به درد نمیخوره دیگه از اون مغازه لباس نمیخری میری بشه. خب دیگه همینه دیگه عزیز من نمیدونم شما چرا اینقدر مشاورا رو غول میکنین برای خودتون. به خدا آدمای خوبی ان، به خدا آدمای درستی ان، میتونن راهکارهای خوب برای زندگیاتون بدن. به هر مشاور نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ مشاور که دختر خاله پسر عمو فامیل نیستش که. خب من باید برم جایی، ببخشید فقط اومدم تو لابی عرض سلام خدمتتون بکنم و بگم که همیشه با آدمای خودشیفته برید پیش مشاور. الان داشتم میگفتم از ادب و سلام بکنم خدمتتون. انشالله که همیشه خوب و سلامت باشین کنار خانوادتون. و ببین مشاوره فکر پول هستم، من دارم بهتون میگم عزیزان من بریم فرهنگ سراهای نزدیک خونتون فرهنگ سرا داره. من هر جور دوست داشته باشم میام، حالا یه روز مقنعه میزنم، یه روز روسری سر میکنم، یه روز بی حجاب میام، اختیار خودمه. خب برید پیش فرهنگ سراهای نزدیک منزلتون. تو فرهنگ سراها مشاور، روانشناس و روانکاو هستن با هزینه های خیلی کم و بعضیاشون چیزایی میذارن، چی بهش میگن یادم رفت، یه دوره های دست جمعی میذارن که به صورت رایگان هم تازه هست. یعنی قشنگ راحت میتونید برید اونجا اونجا حرفاتون رو بزنید و از اون خانم دکتر یا آقای دکتر مشاوره بگیرید. افراد عزیزانی که خونهشون غرب تهرانه، فرهنگ سرای فردوس تو بولوار فردوس غرب یه آقای مشاوری هستن که کارشون بسیار عالیه و چیزایی میذاره، نشست هایی میذاره، همایشایی میذاره که شما میتونید برید اونجا شرکت بکنید و ازشون استفاده بکنید. آفرین، میگه من مشاور کمک کرد که حق خودم از شوهرم بگیرم. آفرین، دیدید مشاور خوبه؟ مشاورم یه دکتره دیگه. زنده باشید. ممنون. ببینی خانم نوشته بعد بولوار فردوس عالیه. میگم یه مشاور هستش جناب آقای افروز فکر میکنم هستن، پزشک مشاور بسیار عالی هستن و گردهمایی خیلی خوبی میذاره هفته یه بار و اگر به صورت انفرادی هم حتی بخوایم. بولوار فردوس شرق فرهنگ، مثلا توی چیز بزنید، توی ویز بزنید بولوار فردوس شرق فرهنگ سرای فردوس، قشنگ میاره. برید اونجا و ازشون استفاده بکنید. قیمت های خیلی خوب و این گرده هماییاشون و چیزاشون که میذارن اصلا رایگانه. برید استفاده بکنید. بعد غرب بولوار فردوس شرقه ها، این فرهنگ سرا تو بولوار فردوس نه دکتریه هم نام ایشون هستن. خب خدا رو شکر که مشاور حقوق نتونست کمکتون بکنه. خدا رو شکر. تو رو خدا حرف تکرار نکنید خواهش میکنم. باید از وقت استاد نه اشکال نداره.
دیگه شما تو هر منطقه تهران که باشین یه فرهنگ سرا یا خانه فرهنگ نزدیک منزلتون هستش، برین جویا بشین. به خدا نشست میذارن، با مشاور روانکار میارن یا مثلا پزشکای روانشناس میارن، شما برین جویا بشین باهاشون صحبت بکنید، خیلی راحت میتونین ازشون استفاده بکنید. حالا میگید که چقدر مثلا گرون میگیرن و این حرفا، نه اون دکتر افروزی که میگم نیستش، اسمشون افروزه یا افروزه یه همچین چیزی، الان خاطرم نیستش خدا وکیلی، ولی دکتر خیلی خوبیه میدونم. حالا نمیدونم روزای یکشنبه سه‌شنبه دقیقی نمیدونم، اونجا همیشه این سمینار رو میذاره و خیلی ها هم میان اونجا شرکت میکنن و خیلی هم استفاده میکنن. خدا ازتون راضی باشه. مرسی. خدا از شما هم راضی باشه. استفاده من حتما ایران بیام، دوستم شما بیام. زنده باشید. ممنون از شما. انشالله بمونید برامون زنده باشید. نظر لطفتونه. خیلی ممنون از شما عزیزم. خب اگر اجازه بدید من یواش یواش دیگه برم و جایی برم. نمیدونم، خواستم یه ریکوست بگیرم ولی بکنم نیست. دیگه آخرای صحبتمونه، من دارم خداحافظی میکنم برم دیگه. روز خوبی داشته باشید، ایام به کامتون باشه. امیدوارم که حال دلتون همیشه خوب باشه و در کنار خانواده‌تون روزها، ماها و سالهای خوبی رو بگذرونید. مواظب خودتون باشید. زندگی اونقدر سخت نیستش که بخوای سختش بگیری. اولویت زندگیت هم همیشه خودت باش. مواظب خوبی و قشنگی خودت باش. تو دنیا از تو یه دونه بیشتر نیست. از قدر خودتو خیلی بدون. روز خوش.